عبدالرزاق سراینده قدپست است و او را همه میشناسند، اما امروز ما شما رو با یک قهرمان دیگر آشنا میسازیم. این برنامه خبر برای تو با شما من صالح نورالی. دور بهادور کپاگی ساکن 18 ساله نپال همچون خردترین نورسی جهان وارد کتاب رکوردهای گینس شد. می نویسد دایلی مایل. بلندی نپالی همگی 73 سانتیمتر است. جوان مخصوص به پایتخت نپال اومد تا که اعضایان ژوری و حکومت مملکت با او شهادتنامه تصدیق کننده رکورد را سپارند. پس از مراسم با تنتنه صورتگیران برای دور عکس برداری تشکیل کردند. رکوردسمن نوره صرف نظر از توجه همه درباره خود چیزی نشر نکرده است. و دوستان، این بود برنامه خبر برای تو با یک خبر جالب دیگر. همیشه به پیش حرکت کنید و نگذارید که کمبودی های جسمانی شما به موفقیت شما خلل رساند. با شما بودم من صالح نورالیف. تا خبرهای آینده شاد و سلامت و سربلند باشید. خیر دوست.